برد یخچاله که رلش مشکل داشت. قبل از ما یه بنده خدای دیگه انگاری روی رلش کار کرده و اینکه این اتفاقا برای قسمت هیمش افتاده. خب این برد که چاپ یه طرفه داره، وقتی چاپ یه طرفه داره فکر نمی کنم اصلا نیازی به این همه سختی دادن به خودت باشه که بخوای اینو به سختی در بیاری. خیلی آسون و ساده رله در میاد. بعد از ترمیم این قسمت و تعویض رله این قسمت به این صورت در اومده. ببینید بعد از پایان کار حتما باید اینجا رو تمیز کنی. فکر میکنی این قسمت این شیارها برای چیه؟ این شیارها برای چیه؟ برای اینکه این دو قسمت هیچ وقت به هم اتصال نده. وقتی شما این قسمت ها رو تمیز نمی کنی احتمال اینکه اتصالی کنه خیلی میشه. حتما این نکته رو داشته باشید که برد با